armed! Take cover! Look out below! It's locking on! من سوپریم آیت و شیطان سوم بچه باز بدون دست و پا و دودول هستم. Time to walk the plank, matey! پای مجتبی در کفش علی خامنه‌ای، بازی پلیس خوب و پلیس بد در تهران، سناریوی تکراری نظام با توافق، نامه تند نبویان به قالیباف. این توافق یعنی شکست جمهوری اسلامی، ادعای موافقت آمریکا با تشکیل صندوق مشترک 300 میلیارد دلاری با تهران. یک نماینده مجلس میگوید با توافق هم دوباره جنگ می شود و ترورها ادامه می یابد. غضنفر یا مارادونا، پشت پرده مخالفت تمام قد رسانه سپاه پاسداران با توافق. مجتبی و سپاه پاسداران چطور می‌خواهند هم توافق کنند و هم مسئولیتش را نپذیرند؟ امریکا با ما توافقی هم امضا بکنه، ما میدونیم از دل اون توافق شر در خواهد آمد ولی سودی برای ما نخواهد بود. جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و این قطعیه. حالا ممکنه ساعتش 1 ساعت دیگه باشه، 1 روز دیگه باشه، 1 ماه دیگه باشه، 1 سال دیگه باشه. اینو نمیتونیم ما دقیق زمان براش مشخص بکنیم. صدای انتقادها از توافق احتمالی با آمریکا از درون نظام در حالی بلند شده که قالیباف همراه وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه از قطر دست خالی برگشتند. آنها رفتند تا 12 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی را دریافت کنند. نصف مبلغی که گفته می شود واشنگتن پذیرفته با امضای توافق به حکومت ایران بدهد. اقدامی که نشان می دهد معامله با ترامپ تصمیمی است که در عالی‌ترین سطوح نظام گرفته شد. من خیلی اجتناب میکنم از اینکه حرفی رو بزنم خدایی نکرده خلاف جهت رهبری باشه. این مصیبت بزرگی است. اما ظاهراً این روایت‌ها بخشی از گروه‌ها در درون نظام را راضی نکرده. محمود نبویان، نماینده مجلس عضو جبهه پایداری و عضو هیئت مذاکره کننده در دور اول در اسلام آباد، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به قالیباف و ذوالقرد دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: با این توافق جمهوری اسلامی بازنده مطلق و آمریکا برنده قطعی جنگ خواهد بود. این نماینده مجلس بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره بنادر ایران را مخالف خطوط قرمز مجتبی خامنه‌ای خواند و گفت به درخواست او جمهوری اسلامی باید کنترل این آبراهه را به طور انحصاری در اختیار داشته باشد. نبویان مدعی شده آمریکا قبول کرده یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 300 میلیارد دلاری با جمهوری اسلامی تشکیل دهد که به زعم او نمیتواند جبران خسارت جنگ باشد. او گفته تهران در بخشی از توافق قبول کرده موضوع غنیسازی در خاک ایران و ذخیره اورانیوم با غلظت بالا را حل و فصل کند. همچنان که جمهوری اسلامی پذیرفته در مدت 60 روزه توافق اولیه اصلا سراغ تأسیسات هسته‌ایش نرود. او خواهان تصویب پیشنویس توافق در کنگره آمریکا شده و گفته واشنگتن باید تمام گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نظیر حماس، انصارالله یمن و هشت شعبی عراق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. در نهایت اون نتیجه گرفته توافق فعلی تنها منافع ترامپ را برآورده خواهد کرد. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در شبکه اجتماعی ایکس گفت به رغم اخبار مثبت درباره توافق احتمالاً حملات آمریکا به زودی آغاز خواهد شد و ترور مجتبی خامنه‌ای و مخالفان مذاکره در دستور کار قرار خواهد گرفت. همزمان یک نماینده تندرو دیگر مجلس مسعود پزشکیان را به پذیرش آتش‌بس و جلوگیری از حمله به اسرائیل برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای متهم کرد. جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ دوشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در سرمقاله‌ای با کنایه به ماجرای غضنفر و مارادونا به این سخنان انتقاد کرد و نوشت رئیس جمهور طبق قانون اصلاً اختیاری برای تصمیم گیری درباره جنگ ندارد. نویسنده با تکذیب استعفای پزشکیان گفته 60% مردم ایران موافق مذاکره. این رسانه‌ها در کنار اصلاح طلبان در تلاشند مخالفت‌ها با توافق را به اقلیتی از نمایندگان تندروی مجلس تقلیل دهند. اما به نظر می‌رسد بازی پیچیده‌تر از این حرف است. 2 روز پیش وقتی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد توافق نزدیک است، شبکه تلویزیونی افق در شبکه اجتماعی ایکس با نقل جملاتی از علی خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را غیر شرافتمندانه و غیر عاقلانه خواند. این پست اگرچه در توییتر حذف شد اما همچنان در کانال تلگرامی شبکه افق در دسترس است. این شبکه همزمان تصاویری از شعارهای هواداران نظام در مخالفت با مذاکره را منتشر کرد
و مدیر این شبکه تلویزیونی مدافعان مذاکره را ترسو و غربگرا خواند. اولا به شما بگم بعضیا در داخل این غربگراها، این ترسوها همه جا هم نفوذ کردن، در داخل به دنبال این میادین رو خلوت کنن. ما با فرمان امام اومدیم تو میدون، با فرمان امام هم از میدون میریم. افق یک شبکه تلویزیونی ساده و حکومتی نیست. دفتر این شبکه در نزدیکی مجموعه ورزشی انقلاب در محوطه اختصاصی سپاه پاسداران قرار دارد. در همسایگی قرارگاه سارالله، سازمان بسیج و بنیاد تعاون سپاه. با این اوصاف آیا باید نتیجه گرفت بخشی از سپاه پاسداران با توافق مخالف است؟ بعید است اینطور باشد. به نظر میرسد این مخالفت‌ها بخشی از دو تاکتیک قدیمی جمهوری اسلامی است. امثال نبویان، ثابتی و غضنفری البته که با مذاکره مخالفند، اما آنها حالا در خدمت نظام برای بازی در نقش پلیس بدن. نه بابا، من اتفاقا آقای عراقچی نظرش اینه، میگه آقا 4 تا بکنید، 4 تا فشار این که به شما میگم، چون 4 تا اصلا عقل اینو میگه. اما این بازی یک بعد دیگر هم داره. به نظر میرسد مجتبی خامنه‌ای همان راهی را میرود که پدرش بارها رفت. علی خامنه‌ای 11 سال پیش وقتی زیر فشار تحریم‌های فلج کننده تصمیم به نرمش قهرمانانه گرفت، ابتدا از تیم مذاکره کننده حمایت کرد. اما او همزمان با طرح شروطی غیر ممکن راه را برای دبه کردن باز گذاشت و در عین حال به برگزاری تجمعات تندروها در اعتراض به برجام چراغ سبز نشان داد. حتی وقتی نماینده خامنه‌ای در بیت از لاریجانی خواست که متن توافق را ظرف 20 دقیقه در مجلس تصویب کند، نمایندگانی مثل حمید رسایی و مهدی کوچکزاده با این تصمیم مخالفت کردند و آن را مخالف نظر خامنه‌ای خواندند. بعد از خروج ترامپ از برجام، خامنه‌ای تقصیرها را گردن تیم مذاکره کننده و دولت وقت انداخت. برجام نمونه واضح اینه که البته خطوط قرمزی رو که ما معین کرده بودیم همش رعایت نشد. حالا هم مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران تصمیم دارند همان راه را بروند تا هم از طریق بازی پلیس بد و پلیس خوب تلاش کنند امتیاز بیشتری بگیرند و هم راه را برای فرار از مسئولیت این تصمیم باز بگذارند. طوری که اگر توافق به هم خورد یا بعداً تهران مفادش را نقض کرد، بگویند مجتبی خامنه‌ای از اول مخالف بود، اما کسانی مثل قالیباف و پزشکیان و عراقچی او را در عمل انجام شده قرار دادند. همون اتفاقی که برای ظریف، روحانی و حتی علی لاریجانی افتاد، کسی که به فرموده خامنه‌ای برجام را در مجلس تصویب کرد، اما بعداً یکی از دلایل رد صلاحیتش در انتخابات همین بود. آن بازی آشنا در حال تکرار است، هرچند حالا شرایط کاملا تغییر کرده. اگر در سال 92 شماری از ایرانیان امیدوار بودند با توافق جمهوری اسلامی کمی اهلی شود و وضعیت اقتصادی مردم تا حدودی بهبود پیدا کند، تجربه برجام نشان داد هر پولی که وارد کشور شود نهایتاً خرج جاه طلبی‌های هسته‌ای و موشکی نظام، فساد سپاه، تقویت دستگاه سرکوب و نیروهای نیابتی در منطقه خواهد شد. به همین دلیل حالا بسیاری از مردم تفاوتی بین مجتبی، قالیباف، پزشکیان و عراقچی و وحیدی نمی‌بینند. از چشم این مردم آنها اجزای یک حکومت سرکوبگرند که فارغ از این بازی‌ها همگی در مقابل آنچه بر سر کشور آوردند مسئولند: فقر، سرکوب و اعدام و تاراج ایران، چه با جنگ چه با توافق. چهره‌های جدید سران نظام را به خاطر بسپارید. We must stand united in the face of adversity. Our strength to work towards a future and secure for all.